دوستان سلام. بریم که اولین جلسه یادگیری عمیق رو شروع کنیم. تو این جلسه میخوایم روش نصب پایتورچ رو بررسی کنیم که به چه صورته. خب چون گفتیم که قراره که ما دیپ لرنینگ رو روی بستر پایتورچ عملا کار کنیم، خب لازمه که وارد مرورگر خودم بشم و پایتورچ اینستال رو سرچ کنم. خب اولین سایتی که میاد سایت خود پایتورچه، کافیه واردش بشم. استار لوکالی. تو این قسمت یک کامند داره به من میده که عملا مشخص با این اجرا کردن این کامند تو محیط CMD پایتورچ به صورت اتومات نصب میشه. خب اما یک سری تنظیمات داره. خب یک اینکه نسخه پایتورچ رو مشخص میکنیم، خب استیبل و حالا یا حالت پریویو که نسخه های جدیدشه. خب ما استیبل رو میزنیم. تو این قسمت سیستم عاملمو مشخص میکنم، ویندوز، لینوکس، مک. خب ویندوزه. این قسمت اگر آناکوندا داشته باشم خب کوندا رو میزنم، اگر نه پایپ. خب آناکوندا دارم پس پایپ. و این قسمت زبونم رو مشخص میکنم، پایتون یا جاوا، که خب ما پایتون انتخاب میکنیم. و در این قسمت خب اگر جی پی یو داریم و میخوایم در بسته روی جی پی یو عملا پردازشمون انجام بشه، خب باید نسخه کودامون رو مشخص کنیم، چون چه ورژنی از کودا، حالا بسته به اون جی پی یو که داریم ببینید که کدوم ورژن کودا رو ساپورت میکنه. لازمه که نسخه مورد نظرتون رو مشخص کنین که خب اینجا من کودا 11.8 رو انتخاب میکنم. اگر جی پی یو نداریم و میخوایم عملا پردازشاتون روی سی پی یو انجام بشه که خب سی پی یو رو انتخاب میکنه. و لازم به ذکری که حجمش روی سی پی یو بسیار کمتره، خب روی کودا حجم زیادتری داره. خب بعد از اون میبینید که اینجا یک کامند به من میده، کندا اینستا پایتورچ. یک سری کتابخونه رو به عنوان مثال تورچ ویژن که واسه کار کردن با تصاویر، تورچ آیدیو جهت کار کردن با عملا صداست، به صورت پیشورد اینها رو نصب میکنه. خب اینم کافی من کپیش کنم، کپی. و تو این قسمت اون CMD یا پاورشل هم کافی راست کلیک کنم و ران از ادمنستریتور بزنم. لازمه که این کار انجام بشه. بعد از اون یس و در اینجا اون دستور رو پیست میکنم، اینطور رو میزنم و منتظر میشم که ببینم خب پایتورچ مراحل نصب شروع بشه. خب چون من از قبل اینو دارم روی سیستمم، پس عملا دیگه لازم نیست که نصبش کنم چون روی سیستمم دارم. ولی خب اینجا من کافیه که یس رو بزنم و این میاد تمام این کتابخونه ها رو به صورت پیشورد نصب میکنه.